سلام دوستای عزیز کتابخونه شب. امشب قراره با هم یک کتابی رو مرور کنیم که خیلیا میگن زندگی مالیشونو از این رو به اون رو کرده. اسمش هست پدر پولدار، پدر بی پول، نوشته رابرت کیوساکی. حالا رابرت کیوساکی کیه؟ یک کارآفرین آمریکایی، نویسنده معروف، سخنران و کسی که خودش از صفر شروع کرده و با آزمون و خطا به جایی رسیده که الان میلیون‌ها نفر دارن از تجربیاتش استفاده میکنن. جالبه بدونی خودش توی خانواده معمولی بزرگ شده، ولی به لطف آموخته هایی که توی زندگیش داشت، دیدگاه متفاوتی نسبت به پول و ثروت پیدا کرد. توی این کتاب کیوساکی داستان 2 پدر مختلف رو برامون تعریف میکنه. یکی پدر واقعی خودش که تحصیل کرده بود و توی سیستم آموزشی کار میکرد، ولی با وجود زحمت زیاد همیشه درگیر مسائل مالی بود. اون بهش میگه پدر بی پول. و اون یکی پدر بهترین دوستش که درس نخونده بود ولی تفکر کارآفرینی و سرمایه گذاری داشت و اون رو پدر پولدار صدا میکنه. ایده اصلی کتاب اینه که طرز فکر آدم‌ها در مورد پول بزرگترین تفاوت بین فقر و ثروت رو رقم میزنه. مثلا پدر بی پول میگفت سخت کار کن تا پول در بیاری، ولی پدر پولدار میگفت یاد بگیر پول چطوری میتونه برات کار کنه. رابرت توی این کتاب سوالای عمیقی مطرح میکنه. چرا توی مدرسه چیزی راجع به پول درآوردن یاد نمیگیریم؟ چرا خیلیا با اینکه شغل خوب دارن بازم از نظر مالی تو مضیقن؟ چطوری میشه از چرخه همیشگی کار، حقوق، خرج بیرون اومد؟ ما تو این ویدیو قرار فصل به فصل بریم جلو. قول میدم نه حرفای پیچیده داریم نه شعار، فقط واقعیتایی که کمک میکنه تصمیمات بهتری بگیری. پس اگه آماده‌ای که دیدگاه مالی تو عوض کنی، بزن بریم سراغ فصل اول. فصل اول. ثروتمندا برای پول کار نمی‌کنن. رابرت توی این فصل یه داستان جالب از دوران کودکیش تعریف میکنه. اون موقع فقط 9 سالش بود. یه روز با دوستش مایک تصمیم گرفتن پولدار بشن. اما نه وقتی بزرگ شدن. همین الان. با یه ایده ساده شروع کردن. از لوله خمیردندونای خالی سکه تقلبی درست کنن. البته خیلی زود پدر واقعی رابرت، همون پدر بی پول، فهمید و با مهربونی ولی جدیت متوقفشون کرد. ولی بهشون گفت اگه واقعاً میخوان پولدار بشن، باید راه درستش رو یاد بگیرن. اینجاست که پای پدر پولدار به داستان باز میشه. همون پدر دوستش مایک. یه کارآفرین موفق که بدون تحصیلات آکادمیک یه امپراتوری مالی برای خودش ساخته بود. پدر پولدار یه جمله کلیدی به رابرت گفت که تمام این فصل حول اون میچرخه. آدمای فقیر و طبقه متوسط برای پول کار میکنن. ولی ثروتمندا کاری میکنن که پول براشون کار کنه. رابرت و مایک قبول میکنن که پیش پدر پولدار کار کنن. اونم فقط با روزی 10 سنت. اولش فکر میکنن داره ازشون سوء استفاده میکنه. ولی پدر پولدار هدفش چیز دیگه ای بود. میخواست یه درس مهم رو بهشون یاد بده. اونم نه با حرف، بلکه با تجربه. اون بهشون نشون داد که خیلی از مردم توی یه بازی گیر افتادن. هرچی بیشتر کار میکنن، بیشتر پول در میارن. بیشتر خرج میکنن و بیشتر محتاج شغلشون میشن. این چرخه بی پایان همون چیزیه که باعث میشه آدما هیچ وقت واقعاً آزاد نشن. پدر پولدار بهشون یاد داد پول مهمه، ولی نباید اجازه بدی بهت مسلط بشه. اگه فقط به فکر حقوق باشی، همیشه یکی بالا سرته که برات تصمیم میگیره. باید بتونی فرصت‌ها رو ببینی و ازشون استفاده کنی. نه اینکه فقط منتظر افزایش حقوق باشی. در واقع این فصل یه سیلی ملایم برای بیدار کردن ما. اگه همیشه دنبال شغل بهتر و حقوق بیشتر باشی، فقط توی یه بازی بی پایان شرکت کردی.
ولی اگه یاد بگیری پول چطور کار میکنه، اون موقع است که میتونی بازی رو عوض کنی. فصل دوم. چرا باید سواد مالی یاد بگیریم؟ رابرت کیوساکی توی این فصل یه نکته خیلی مهم رو اشاره میکنه. میگه بیشتر مردم نه به خاطر کمکاری یا تنبلی، بلکه به خاطر بیسوادی مالی توی زندگی به مشکل برمیخورن. حالا سواد مالی یعنی چی؟ یعنی بدونی پول چطوری کار میکنه، از کجا میاد، چطوری میتونی نگهش داری یا چند برابرش کنی. توی مدرسه هممون ریاضی و تاریخ و جغرافیا خوندیم، ولی هیچ وقت کسی یادمون نداد حساب بانکی چیه؟ مالیات چیه و چجوری محاسبه میشه؟ سرمایه گذاری یعنی چی؟ دارایی با بدهی چه فرقی داره؟ و همین ناآگاهی باعث میشه خیلیا با اینکه تحصیلات بالا دارن و حتی حقوق خوب میگیرن، باز ته ماه جیبشون خالی باشه. رابرت میگه مردم توی یه چرخه گیر افتادن. حقوق میگیرن، خرج میکنن، پول تموم میشه، دوباره کار میکنن. و چون چیزی از ساختن ثروت نمیدونن، تا آخر عمر این بازیو تکرار میکنن. حالا پدر پولدار چی میگفت؟ میگفت اگه میخوای از این چرخه در بیای، باید اول فرق دارایی و بدهی رو بفهمی. بیشتر مردم فکر میکنن خونه‌شون یه داراییه، ولی واقعیت اینه که اگه پول از جیبت در میاره، مثل قسط، مالیات، تعمیرات، اون بدهیه، نه دارایی. دارایی چیزیه که پول به جیبت سرازیر میکنه، مثل یه ملک اجاره‌ای، سهام، کسب و کار، امتیاز معنوی یا برند شخصی. نکته طلایی این فصل اینه که اگه میخوای ثروتمند شی، باید به جای جمع کردن بدهی، دارایی جمع کنی. فصل سوم. ذهن خودتو آموزش بده، نه کیف پولتو. تو این فصل رابرت یه نکته طلایی رو بهمون میگه که ممکنه اولش یکم عجیب به نظر بیاد. مشکل بیشتر مردم اینه که به جای اینکه ذهنشون رو قوی کنن، فقط دنبال پر کردن کیف پولشون هستن. حالا یعنی چی؟ یعنی خیلیا فکر میکنن اگه پول بیشتری در بیارن، همه چی درست میشه. ولی واقعیت اینه که اگه طرز فکر مالیت اشتباه باشه، حتی اگه یه عالمه پولم گیرت بیاد، بازم از دستش میدی. رابرت میگه ما توی دنیایی زندگی میکنیم که پر از تغییر و بی‌ثباتیه. شغلا دائم در حال عوض شدنن، بازار بالا پایین داره، تکنولوژی هر روز داره دنیا رو عوض میکنه. پس تنها راه موفقیت مالی اینه که دائم در حال یادگیری و توسعه ذهنی خودمون باشیم. پدر پولدار به رابرت میگفت اگه میخوای ثروتمند بمونی، باید بیشتر از پول روی مهارت‌هات سرمایه گذاری کنی. مثلا یاد بگیر چجوری بفروشی، چطوری با آدما مذاکره کنی، چطوری تصمیمای مالی خوب بگیری، چطور فرصت‌ها رو ببینی وقتی بقیه فقط مشکلات رو میبینن. توی این فصل یه نکته خیلی مهم هم درباره ترس و طمع مطرح میشه. خیلیا به خاطر ترس از بیپولی شغلایی رو نگه می‌دارن که دوست ندارن و وقتی یکم پول در میارن از روی طمع خرجایی میکنن که واقعاً نیاز ندارن. پول با احساسات ما بازی میکنه. اگه یاد نگیری کنترلش کنی، اون تو رو کنترل میکنه. فصل چهارم. به شغلت وفادار نباش، به خودت وفادار باش. رابرت توی این فصل بازم یه حرف مهم میزنه که ممکنه اولش یکم تند به نظر بیاد، ولی وقتی خوب بهش فکر کنی میفهمی چقدر درسته. بیشتر مردم عمرشون رو صرف وفادار بودن به شغلشون میکنن، در حالی که باید به خودشون وفادار باشن. خیلیا با این جمله بزرگ میشن: برو مدرسه، نمره خوب بگیر، یه شغل ثابت پیدا کن، بازنشست شو. ولی کسی نمیپرسه اگه اون شغل یه روز از بین رفت چی؟ اگه اون شرکت ورشکست شد چی؟ اگه اصلاً تو به اون کار علاقه‌ای نداشتی چی؟ پدر پولدار به رابرت میگفت شغل فقط یه راه برای پول درآوردنه. اما اگه تمام هویت و امنیت تو به یه شغل گره بزنی، همیشه وابسته میمونی. تو این فصل رابرت از یه تجربه شخصی میگه.
یه زمانی شغل خوبی داشت، ولی حس می‌کرد داره تو خودش پوسیده میشه. براش روشن شد که فقط یه چرخ دنده توی یه سیستم بزرگه. اون موقع تصمیم گرفت به جای وفاداری به شغل، به خودش، رشدش و آیندهش وفادار بمونه. نکته مهم اینه، کار کردن برای پول یه چیزه، ولی کار کردن روی خودت، روی مهارتات، روی ذهنیتت یه چیز دیگه است. اون دومی تو رو واقعاً جلو میندازه. رابرت پیشنهاد میکنه به جای اینکه فقط دنبال امنیت شغلی باشی، دنبال استقلال مالی باش. یاد بگیر چطور کسب و کار بسازی، چطور سرمایه گذاری کنی، چطور مهارت‌های قابل فروش داشته باشی. باید مستقل بشی، نه وابسته به حقوق ماهانه. حالا ازت میپرسم، آیا تا حالا شده توی یه شغل بمونی فقط چون از تغییر میترسیدی؟ تو کامنت ها برام بگو. خیلیا با همین تجربه ها رشد میکنن. فصل 5. ثروتمندان پول میسازن، نه اینکه دنبال پول بدوئن. رابرت کیوساکی توی این فصل یه تفاوت اساسی بین آدمای معمولی و آدمای ثروتمند رو برامون روشن میکنه. آدمای معمولی دنبال پول میدوئن، ولی آدمای ثروتمند پول خلق میکنن. خب حالا این یعنی چی؟ بیشتر مردم فکر میکنن تنها راه پولدار شدن اینه که یه شغل خوب پیدا کنن، بیشتر کار کنن، ترفیع بگیرن، اضافه کاری برن و بیشتر حقوق بگیرن. اما رابرت میگه این روش یه راه بی‌پایانه که تهش به آزادی مالی نمیرسه. اون میگه ثروتمندها منتظر نمیمونن تا کسی بهشون پول بده، بلکه خودشون یاد گرفتن چطوری از فرصتها، ایده‌ها و حتی مشکلات پول بسازن. پدر پولدار همیشه به رابرت میگفت تفکر خلاق مهمتر از پول توی جیبه. مثلا یه آدم معمولی وقت مشکل مالی پیدا میکنه میگه باید یه کار دیگه پیدا کنم یا باید وام بگیرم. اما یه آدم با ذهن ثروتمند میپرسه چطوری میتونم یه درآمد جدید خلق کنم؟ چه فرصتی توی این بحران هست؟ رابرت تأکید میکنه که توانایی حل مسئله، خلاقیت مالی و جسارت اقدام کردن چیزایی هستن که ثروتمندا رو از بقیه جدا میکنن. فصل 6. برای یاد گرفتن کار کن، نه برای پول. این فصل یکی از مهمترین و شاید چالشی ترین فصله کتابه، چون دقیقاً برعکس چیزیه که از بچگی بهمون یاد دادن. رابرت کیوساکی توی این فصل میگه اگه فقط برای پول کار میکنی تا آخر عمرت وابسته میمونی. ولی اگه برای یاد گرفتن کار کنی، یه روزی میتونی آزاد باشی. خیلی‌ها از ما وقتی دنبال کار میگردیم فقط به یه چیز فکر میکنیم. حقوق ماهیانه چقدره؟ ولی پدر پولدار به رابرت یاد داد یه چیز خیلی مهمتر رو ببینه. تو توی اون کار چی یاد میگیری؟ مثلا اگه یه کار فروش قبول میکنی شاید حقوقش پایین باشه. ولی اگه توی اون کار یاد بگیری چطوری با مشتری برخورد کنی، چطور مذاکره کنی، چطور محصول بفروشی، اون مهارت‌ها میتونن در آینده چند برابر پول برات بسازن. رابرت میگه که خودش تو دوره‌ای از زندگی شغلایی رو قبول کرده فقط برای یاد گرفتن، نه برای پول. مثلا رفت توی یه شرکت تبلیغاتی تا یاد بگیره چطوری محصول رو معرفی کنه. یا یه مدت تو فروش کار کرد تا هنر متقاعد کردن رو یاد بگیره. نکته مهم اینه، اگه فقط دنبال درآمد بالا باشی، خیلی چیزا رو از دست میدی. ولی اگه دنبال یادگیری باشی، یه روز خودت درآمد بالا میسازی. پدر پولدار یه جمله خیلی جالب داره. آدمای موفق مهارت‌های متنوع دارن. میتونن هم صحبت کنن، هم بفروشن، هم حساب کتاب کنن، هم استراتژی بچینن. و اینا رو فقط توی دانشگاه یاد نمیدن. باید بری وسط زندگی و خودت تجربهشون کنی. فصل 7. غلبه بر موانع. رابرت کیوساکی توی این فصل یه سوال مهم میپرسه. اگه میدونی چطور میشه پولدار شد، پس چرا هنوز پولدار نیستی؟ و بعد خودش جواب میده چون یه سری موانع ذهنی و احساسی هستن که بیشتر آدما رو فلج میکنن. حالا این موانع چی هن؟ بریم یکی یکی ببینیم. 1. ترس، از شکست، از فقر، از قضاوت بقیه. رابرت میگه همه ما از یه چیزی میترسیم.
ولی فرق آدم‌های موفق با بقیه اینه که اونها با ترسشون روبرو میشن. خیلی از ترس اینکه ضرر کنن اصلاً سمت سرمایه گذاری نمیرن. اما اونایی که موفق شدن معمولاً بیشتر از بقیه شکست خوردن ولی بعدش یاد گرفتن و بلند شدن. 2. شک و تردید. نکنه اشتباه کنم. اگه جواب نده چی؟ این صداها توی سر هممون هست. ولی اگه فقط به این فکر کنی که ممکنه بد پیش بره، هیچ وقت نمیتونی یه تصمیم بزرگ بگیری. 3. تنبلی. این یکی خیلی پنهانیه. نه به شکل دراز کشیدن روی مبل، بلکه به شکل مشغول بودن با کارای بی ارزش. رابرت میگه بعضیا خودشونو با کارای زیاد سرگرم میکنن تا از کارهای واقعاً مهم مثل فکر کردن به آینده مالی، مدیریت پول یا آموزش دیدن فرار کنن. 4. عادتها. خیلیا بدون اینکه خودشون بفهمن توی چرخه‌های تکراری گیر کردن. خرج کردن بی برنامه، خریدهای احساسی، سرمایه گذاری نکردن. رابرت میگه باید اول عادتهای بد مالی تو بشناسی، بعد آروم آروم عوضشون کنی. 5. غرور. اینم یه مانع خطرناکه. وقتی فکر میکنی من میدونم، نیازی ندارم یاد بگیرم، رشدت متوقف میشه. پولدارا دائم در حال یاد گرفتنن، حتی از آدمایی که از خودشون کمتر میدونن. حالا تو کامنت ها برام بنویس و با بقیه تجربتو به اشتراک بذار که کدوم یکی از این 5 مانع بیشتر توی زندگیت حس میکنی داره جلوی پاتو میگیره؟ ترس، شک، تنبلی، عادت بد یا غرور؟ فصل 8. 10 قدم برای شروع مسیر استقلال مالی. تو این فصل رابرت کیوساکی دیگه کم کم میخواد ما رو از فاز یادگیری ببره تو فاز عمل. میگه حالا که فهمیدی طرز فکر ثروتمندا چیه، وقتشه یه نقشه راه داشته باشی. پس برامون 10 قدم مهم معرفی میکنه برای شروع سفر به سمت استقلال مالی. با هم مرورشون کنیم. 1. دلیل قوی برای ثروتمند شدن پیدا کن. یه دلیل محکمتر از جمله پول دوست دارم. مثلا میخوام خانوادم راحت زندگی کنن یا میخوام آزاد باشم، نه اسیر حقوق آخر ماه. 2. انتخاب کن که تغییر کنی. رابرت میگه باید آگاهانه تصمیم بگیری که مثل بقیه نباشی. بیشتر مردم مسیر آسونو میرن، ولی تو اگه دنبال ثروتی باید مسیر متفاوت انتخاب کنی. 3. با دوستای ثروتمندتر یا باهوشتر بگرد. با کسایی باش که ازت جلوترن، چون ذهن تو از آدمایی که دورتن تأثیر میگیره. 4. یاد بگیر قبل از اینکه پول در بیاری. هر چقدر هم که فقیر باشی، هیچ وقت آموزش دیدن رو متوقف نکن. کتاب، پادکست، دوره، تجربه، هر چی یاد بگیری بعداً پول میسازه. 5. کنترل خودتو به دست بگیر. نه فقط تو خرج کردن، بلکه تو تصمیمات بزرگ مالی، مدیریت زمان، انگیزه و نظم شخصی. 6. اول به خودت پول بده. یعنی قبل از پرداخت قسط و قبض و خرجای ریز، یه سهم از درآمدتو بذار برای سرمایه گذاری. این یه عادت مهم آدمای ثروتمنده. 7. مشاور مالی خوب پیدا کن. نه مشاوری که فقط حرف میزنه، بلکه کسی که خودش توی بازی پول هست. ازش یاد بگیر، باهاش مشورت کن، ولی تصمیم نهایی با خودته. 8. دارایی‌هایی بخر که درآمدزاست. مثلا خونه‌ای که اجاره بدی، سهامی که سود بده، کسب و کاری که خودت راه بندازی. 9. بخشی از سودتو ببخش. رابرت میگه وقتی میبخشی انگار یه سیگنال به دنیا میفرستی که تو کمبود نداری، تو در فراوانی هستی و این ذهنیت خودش باعث جذب ثروت میشه. 10. هرگز تسلیم نشو. آخرین و شاید مهمترین قدم. راه ثروت آسون نیست، پر از شکست، شک، اشتباه و بالا پایینه، ولی اونی موفقه که ادامه میده. خب، اینم از خلاصه کتاب پدر پولدار، پدر فقیر. امیدوارم از دیدن و شنیدن این ویدئو لذت برده باشید. اگه تا الان عضو کانال ما نشدی، لطفاً دکمه سابسکرایب رو بزن و این ویدئو رو برای بقیه دوستاتم بفرست.